Yanasarayım. We are vulnerable. We are vulnerable. We are vulnerable. We are vulnerable. We need resettlement. We need resettlement. We need resettlement. Yanasarayım. No more victim. No more victim. No more victim. Yanasarayım. You are responsible. You are responsible. We need resettlement. We need resettlement. We are exhausted. We are exhausted. We need resettlement. We need resettlement. We need resettlement. We want process. You are responsible. You are responsible. Don't be silent. Bigri peş başına. Harus mematuhi protokol kesehatan. Dalam penyampaian pendapat saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kami menyampaikan untuk perwakilan dari masing-masing perwakilan 5 orang untuk menyampaikan pendapat bapak-bapak, ibu-ibu saat ini, sekarang ini. Karena kesempatan ini diberikan karena sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Dewan sedang mengadakan rapat. Jadi diberi kesempatan pada perwakilan 5 orang. Kami tunggu sekarang ini. آغاز خلاصش ما بر تمام بود که 5 نفر نماینده لازم است که ورود داخل ملاقات کنید و گپ خود برای اونا بزنید. دیدی تظاهرات سم گرفتید و بالله آینده خود همینقدر حساس باشید. خانه‌تون آباد، دمتون گرم. اما رقم که شما مستحضر هستید دوستان، این تظاهرات از ما از خیلی ماهای قبل در جریان بود و ما جریانات ما نامه رو بر از اینا داده بودیم و در عوض از او مامورم براشون تحویل دادیم. و امروز ما آمدیم دنبال جواب از او که آقا عمو جواب از اون نامه‌ای که شما گفتیم 2 هفته بعد ما براتون جواب میدم، ایشون 2 ماه بعد از 2 ماه گفتی خبرم نکردید، ما مجبورا امروز اینجا آمدیم این جواب خود از شما پرسان کنیم.
در قبال از نامه شما چیکار کردین برای از ما؟ متاسفانه امروز که ما در اینجا که رفتیم گپ از نایی بود که این کار شما یا این پرونده شما در قبال مثلا اسکان مجدد این خواست مشترک ما و شماست که در هر کشوری که شد، استرالیا شد، اگه آمریکا شد، اگه کانادا شد، فرق نمونه. ما نمادیم کشور اصلی انتخاب کنیم، ما در این کشور موریم. ما فقط دنبال جایی هستیم که امنیت از ما رو فراهم بکنه و ما از حقوق شهروندی و انسانی خود برخوردار باشیم. نه مثل اینجا مقصد از ما نیست. اینا در قبال از برای ما گفتن که این خارج از اختیار از ماست، خارج از توان و قدرت از ماست. ما نمیتونیم در قبال اسکان مجدد یا خلاصگیس ما شما رو کمک کنیم. مسئولش میگریشن است، کنارش هم یونسیار است. ما برشان گفتیم درست است، ما میفهمیم که اینا مسئول این کارا هستن. ما آمادیم پیش از شما و از شما خواهش کردیم که شما ما رو کمک کنید در این زمینه. تلاش کنید برای از ما در کشور سوم ما رو معرفی کنید، یا خود فشار بیارید که این کار شود. ولی متاسفانه اینا خیلی هم پافشاری کردن، خیلی هم دلایل مزخرفی آوردن، برای از ما یادآوری کردن که ما برای شما خیلی خدمت کردیم. باز ما پرسان کردیم همین خدمت پر شما برای از ما بگویید که ما شرمنده شما شویم. موقع شما واقعا راست میگید. بگن 50 و 10 فامیل بود، اونها رو بردیم دموش دنیودا انداختیم. او چی فرق اونایی که خدمت برای از ما نشد که اونها که بردیم نوع جان هنوز چندایی که بردن. او چند تام ناراضیه. این جواب بود که اینا برای از ما گفتن، اینا مقصد بازم دوباره تهدید کردن که تظاهرات‌ها این خوب نیست و این چیزایی که شما کارهایی که شما مونید برای شما ضرر داره و شما حق تظاهرات ندارید. در شرایطی که هر شهری و همین چند روز پیش در سوربایا جلسه از طرف سازمان اونجا فرام دیده شد، تدارک دیده شد و رئیس خود سازمان علنا نمیگه میزنه که تظاهرات حق شماست، تظاهرات مسالمت آمیز حق همه شماست. تظاهرات امور هم کردید، انمال هم کردید، مشکل نداره. ولی اینجا متاسفانه قانون بردمون دیکتاتوری باشه یا هر چیزی باشه دزور همه قانون سر از ما شما تطبیق مونه. و علمی بود تمام گفتنی ها که خلاص فقط همین نفر میگه بزد که ما در زمینه هیچ کمک شما رو کردن نمیتونیم و یک خوردم از خود تعریف کردن که بازم بچه‌ها بالاخره دفاعشون زیاد مهم نیست. گفتم ما این خدمات برای شما ارائه کردیم و هر چیز دیگه که بود خلاص هر رقم بشه دزور هم بیرون کرد. دیگه زیادم نداشت که ما گپ بزنیم. یک جودم دلیل که میدادیم دیگه شروع میکرد، یعنی خیلی هم لعنه بعدی هم داشت باز ما خیلی به احترامی کرد در از برای ما اونجا از هر نگاه و لحاظی که بود. ولی جواب اساسی کلی از این برای ما بود با یک لعن بسیار مسخره آمیز و تند رسوانه خارج از محدوده از ماست، این خارج از قدرت از ماست. ما نمیتونیم برای شما کاری کنیم. باید که همون یونسیار یا میگریشن هم محکم بگیریم. این کلی گپی که بود که ضرر شد دوستان. دیگه مونده چون مونده باشه؟ البته یک گپی هم زدم میگم که علیه کرونا است و شما دیگه تظاهرات نکنید. این دفعه آخرتون باشه که به خاطر محدودیت‌های قرنطینه است که در اینجا بالاخره یا مثلا کرونا لول 3 از این موضوعات هم خورده یادآور شد و گفتش که ما تنبیه مونیم شما را در این قبال. ولی نه خب تنبیه هم که کنه خب ما چی داریم ملی از استادن از اگر در اتاق بموریم بهتر است ببینیم روی سرک بموریم مردانه بموریم نه اون رقم. یعنی کلی گفتنی ها بود دوستان که ما براتون گفتیم. امید است که شما هم دادخواهی ها رو سوس نکنید، همین رقم که حمایت کردین همین قدر هم دوباره حساس باشید بله هفته‌های آینده و روزهای آینده بله دادخواهی بعدی. پیروزی کم مانده، نزدیک است، ان شاءالله ما پیروز میشیم. 100% بازی برنده شما هستیم دوستان. دیگه منم گفتنی دیگه مونده، عارف رضا گفتنی دیگه مونده. خب دیگه خلاصه حالا دیگه کار دیگه هم نمونده، من از ما میشتیم در خدمتتون. فقط گفته که کیسی که ما مربوط یونسیار مثل اینجا دیگه نه یک سومین نفر که آمدن اینجا کیسی که ما مربوط چیز نشه دیگه همینطور که ابوالفضل گفته خیلی کریما بدرفتاری کرده کریما بدرفتاری کرده دلایل هم شیر شده توسط دوستان مثلا ببینم که ما را صحبت های ما را نیمه کاره مونده تا ما گپ زدن شروع میکردیم اونا کبی خود در گوشی و کل گفتنی صحبت میکردن اینشون اهمیتی در ما ندادن آخرش هم تهدید هم کردن. حالی هم دیگه سلام شده خودتان این ارگان ما را جواب کرد گفته که کیسی ما مربوط به یونیشن و یونیسیار و آیت بشه دیگه اینجا نه